وقتی چیزی رو که سالیان سال دوست داشتی خودآموز شروع میکنی به یادگیریش، برای رسیدن بهش از هیچی دریغ نمی کنم. من فقط همیشه یه نکته‌ای برای خودم میگفتم، چیزی رو که قرار باشه انجام بدی خودت باید یادش بگیری. من هیچ زمان برای یاد گرفتن هنر اعتقادی به کلاس نداشتم. البته بگم دلیلش اینه که انقدر دنیا دسترسی به همه چیزو برای ما راحت کرده، به نظر من نیاز نیست هزینه های گزاف رو کنی. من از طریق اینترنت به هر چی که خواستم رسیدم، هر چیزی که خواستم یاد گرفتم. هر چیزی که شما بکنید، پیج اینستام هست، هنرهای دستوزم و داخل پیج اینستام گذاشتم و این مسیریه که فعلا شروع کردم و میخوام یه کار تلفیقی از تمام هنرهایی که در ذاتم وجود داره به نمایش بذارم و امیدوارم موفق باشم.